بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. سلام عرض کنم خدمت همه عزیزان. دو تا نکته در مورد دو تا بحث، یکی در مورد همون بحث واژگونی اتوبوس ها که حالا من تو کلیپ های قبلی هم گفتم احتمال داره که توسط اسرائیل، آمریکا حالا یا منافقین داخل خارجی انجام شده باشه، یعنی احتمال داره که عمدی باشه حادثه. چرا این احتمال رو میگم؟ چون که از یه جهت میخوان زنده کنن بحث زن زندگی آزادی رو، قسمت منفیش رو، و وقتی اون رو زنده کنن بحث اغتشاشات و اینها رو میخوان راه بندازن، پس ممکنه که کار اونها باشه. علتی که میشه گفت یکی اینکه اون اومدن هر اتوبوس، دو تا اتوبوس که واژگون شده از دختر بودن، یعنی اون فایل اول زن، یعنی گزینه اول زن زندگی آزادی زنش مطرح بوده. دوم اینکه هر دو تا اتوبوس نخبگان بودن، گویا اولی تیم واترپولو بودن، دوم یه تیمی از تیز هوشان بودن، هر یعنی یه جورایی نخبگان بودن. این میاد هم باعث میشه که جلب توجه بکنه توی جامعه و هم باعث میشه که خب حساسیت ها رو بیشتر کنه. پس از این جهت ممکنه احتمالش هم شاید کم نباشه که کار اسرائیل و آمریکایی نباشه. خب اما بحث دوم که خب در مورد بحث اسرائیل که ما گفتیم که اولندش که خب بهترین راه اینه که اسرائیل از بین بره. بله، هیچ شکی هم نیست، امام خمینی گفت، خامنه‌ای گفت، همه اینا. ولی ما قدرت اون رو نداریم. بله، اگه ایران چین بود، قدرت چین رو داشت، وظیفه داشت اصلا در مقابل آمریکا بیسته برای اینکه اسرائیلی ها رو از اسرائیل بیرون کنه و فلسطین رو برگردونه. به چند دلیل: اولا که مسلمان ها هستن، دوما که اسرائیلی آپارتایدن و دارن ظلم میکنن، و سوما اینکه اصلا قوانین جهانی وقتی گفته 1947 مرزها ثابت باشه دست نخوره، گام اول خشت اول چون نهود معمار کش تا ثریا میرود دیوار کش. یعنی اگه بخواد سال 1947 که قرار بود مرزها ثابت باشه، یه سال بعدش یعنی 48 اسرائیل ایجاد بشه، بعد هم دوباره آمریکا میخواد کارهای دیگه انجام. یا اسرائیل مثلا الان که اومده تو جولان، که از جولان هم بسنده نکرده، داره میاد جلوتر از جولان اومده تو سوریه با عوض بر رفتن بشار اسد و اومدن جولان. خب پس اول اینکه اسرائیل نابود کنیم، ولی خب ما توانشو نداریم. اولا ما چین نیستیم، ما از لحاظ اقتصادی همه نمیدونم مساحت، جمعیت، اینا به اندازه چین نیستیم که بتونیم در مقابل آمریکا بایستیم. یعنی شاید 5 6 برابر وضعیت فعلی ما بود اگر بعد از صفویه به فرض ما سقوط رو نداشتیم، سقوط قاجار و بعد پهلوی رو نداشتیم، اگر این دو تا سقوط و ضعف رو ما نداشتیم، بله الان یک کشوری بودیم که واقعا را به راحتی شاید میتونستیم قطعا جلو آمریکا بیستیم و فلسطین رو به فلسطینیا برگرد. پس این گزینه اول منتفیه. شما بر اساس حکم تقیه اصلا شرعا هم حرامه که بس این کارو بکنی. چرا؟ چون میخوای بری یه سری مسلمان دیگه رو نجات بدی، مسلمان دیگه رو آزار میدی، آمریکا به اون سخت میگیره. میخوای بری اهل تسنن رو نجات بدی، ولی شیعیان آسیب میبینن. اینم نکته بعدی. و به هر حال نباید این کار انجام بدی. در توانت نیست اصلا. شما آقا بیدین باش، اونا هم بیدین باشن، چیکار نداره. وقتی بیدین هستن همه هم، شما این کار نباید انجام بدید. چرا؟ چون یه کاری که سنگ بزرگ نشانه نزدن است، توانش نداری، نباید انجام. این اول که حالا تو کلیپ های قبلی هم توضیح دادم. دوم گفتیم که یا دو کشوری بشه یا تک کشوری بشه. دو کشوری، نصفش فلسطین بشه نصفش اسرائیل بشه، یا تک کشوری بشه، نیمی از جمعیت صهیونیست نیمی از جمعیت فلسطینی ادامه بده. که خب این بعد ایران پاپیش بذاره، همه دنیا اینو یه جورایی قبول کردن، حتی خود آمریکا قبول کرده، حال اسرائیل هم که عددی نیست قبول نکرده. ایران اگه پاپیش بذاره این کار به نظر من قطعا خواهد شد، هر کدوم از این دوتا، که اونم متاسفانه آقای خامنه ای به بیراه رفته و حواسش نیست بعد این کار انجام بده. انجامم بعید انجام بده، یعنی میشه گفت یه جورایی قطعا انجام نمیده، مگه اینکه به راه راست داشت. اما میریم سراغ گزینه سوم. گزینه سوم چیه که بعد انجام بدیم؟ اونم با شرط فعلی. خب الان ترامپ اومده گفته که حالا اگر این قول صادق باشه، اگر این قول صادق باشه که ترامپ گفته که یه 250 میلیارد دلار یه هزینه، مثلا میگن فروش نفت ایران توی سال حدود 40 میلیارد دلاره، مثلا الان 250 میلیارد دلار واقعا چه عدد بالایی میشه چند شهر خیلی قوی، خوب، قشنگ و زیبا ساخت توی مصر بفرض. آمریکا گفته که 250 میلیارد دلار میده به مصر، در عوضش اون هم غذایی ها رو بپذیره. خب خیلی پیشنهاد خوبی. خود غزه ها، مردم غزه اگه مسلمان هستن که هستن، اگه مسلمان هم نباشن، انسان باشن، عقل داشته باشن، عقلشون رو بکار نه این کار درسته. که حالا ما ببینیم توی بخوایم کشور گشایی کنیم، نه مسلمان ها شما از زمان پیغمبر ببینید، اگه قرار بود که ما بخوایم توی منطقه بمونیم به هر قیمتی، خب پس پیغمبر چرا رفت شیعه ابی طالب مثلا؟ چرا رفت تو مدینه، از مکه رفت بیرون؟ چرا یه سریشون رفتن حبشه یه مدتی؟ یعنی اصلا این حرفا نیست. چرا وقتی که امام رضا رو میخواستن به زور ببرن مشهد، حالا این برای تشیع تسنن هم باید راه درست که تشیع باشه برن،
امام رضا رو به زور بردن مشهد، چرا امام رضا رفت؟ چرا امام کاظم رو به زور بردن کاظمی، چرا رفت؟ چرا امام هادی رو به زور بردن سامرا و امام حسن عسکری رو چرا رفت؟ و خب پس این بعد شما همه چیزا رو یک مسلمان، همه جوانا با هم ببینه وقتی که امکانی هست که به فرض، حالا اگه این حرف درست باشه، در این حد ترامپ هم عقلش راه افتاده باشه که البته این کار رو اگه آمریکا و اسرائیل عقل داشتن که بعد همون 70 سال پیش میکردن، نه 50 سال. این همین که هزینه کردن برای تسلیحات برای اسرائیل درست کردن میدادن، یه شهرهای خیلی خوب و خوشگل تو مصر و اردن میساختن، هم مصری‌ها راضی بودن هم فلسطینی‌ها راضی بودن، این کشورها مثلا میشد مال اسرائیل تمام. البته علت اصلیش هم این بود که ما کار مهم‌تر رو نمیتونستیم بکنیم. اگه میشد که دو کشوری بشه، تک کشوری بشه و امام خمینی حواسش به این مسئله بود، مسلمان‌ها شیعیان یا خامنه‌ای و زودتر مطرح کردن که خوب بود که گفتیم مثلا اون متاسفانه فعلا کسی تو وادش نیست. حالا که نیست، این 250 میلیارد راه خیلی خوبیه که ترامپ گذاشته جلوی پای اونها یه شهری ساخته بشه و خب میشه شرط کرد که قضیه یا شرط کنن که ما به ما شهروندی مصر داده بشه دیگه، پاسپورت اون رو نداشته باشن، شناسنامه مصری داشته باشن دیگه، فلسطین هم تموم شده باشه و خب حماس چیکار کنه؟ حماس هم کاری که انجام میده از حالت نظامی دیگه در بیاد، خب ضعیف هم شده از لحاظ نظامی، از حالت نظامی در بیاد به فعالیت‌های سیاسی تو کشور مصر بپیونده. یعنی این شرط بشه با حالا آمریکا، اسرائیل، هرچی مصر، که آقا حماس میتونه بیاد اینجا حزب راه بندازه، حزب حماس. حالا به حال شاید 2 میلیون فلسطینی هم از این حزب طرفداری کنن، شاید بعضی مصری هم حمایت کنن، یا اینکه اصلا حماسیا بعضیشون برن توی حزب مصر، یکی بره توی حزب دیگه، احزاب سیاسی، بعضیشون برن تو ارتش، یعنی یه جوری جزئی از شهروندان مصر شون و خب با تواناییشون، چون این سری فرماندهان حماس از لحاظ نظامی و اینا قویان، راحت ارتش بگیردشون، نمیدونم بعضیشون از لحاظ سیاسی قویان، برن وارد سیاست بشن و یه جورایی تو مصر حل بشن و وارد دولت و بخش‌های نظامی مصر. اینم برای حماس خوبه. در واقع این یه تکنیک عقب نشینی و صلح، در واقع شما دارید عقب نشینی می‌کنی، صلح می‌کنی، ولی آرامشش به مردم غزه میرسه. نه تنها شهر آباد دارن، بلکه یه کشور آباد دارن، راحت دارن و هر لحظه احتمالی نمیدن که یکی کشته بشه، اسرائیلی حمله کنن و غیره. به نظر میاد این در مجموع بهتر خواهد بود، چه از لحاظ اسلامی چه از لحاظ عقلی دید. و خب توانایی از بین بردن کامل اسرائیل هم که گفتیم نداریم. اگه چین بودیم داشتیم، و یا اگر حرف آقای خامنه‌ای رو گوش میکردن حماس و خود آقای خامنه‌ای حرف خودش رو گوش میکرد، جالبه. یعنی آقای خامنه‌ای 10 سال پیش حدود مثلا یه حرفی زد ولی متاسفانه اصلا یادش رفت کار، که گفت 25 سال دیگه رو اسرائیل نمیبینه. یعنی اگر حالا شما 5 سالش هم گذاشته باشه، 20 سال دیگه اگر ایران با همین تسلیحات و امکانات و بحث اقتصادی پیش میرفت، بله اون موقع من میگم احتمال زیاد، بلکه قطعا میتونست اسرائیل شکست بده، کل سرزمین به فلسطینیا برگرد. ولی این عجله‌ای که ایجاد شد، حماس انجام داد که حالا یا منافقین داخل فلسطین، داخل اسرائیل، نمیدونم داخل ایران، هر چی بود، این جنگ رو زودتر از موعد شروع کردن و این همه آبادانی هایی که شهید سلیمانی درست کرده بود، این همه طولانی که زحمت کشیده بود، ساخت تونل هایی که ساخته بود، این همه تسلیحاتی که برده بود، همه اینها با شهادتش گویا اصلا انگار از بین رفت. آقانی هم که اون بعد خوب نتونست سلیمانی رو پر کنه و تواناییش کمتر بود و بعد هم این حرکت، خب وقتی فلسطینی ها اشتباها عجله کردن و قبل از اون 20 سال اومدن زدن بیرون و نیروهاشون تحلیل رفت، از بین رفت، کلی 30-40 هزار نفر فلسطینی کشته شدن و بعد حماس نیروهاش از دست داد، حزب الله کلی از نیروهاش از دست داد، نمیدونم رهبرانش رو سید حسن نصرالله رو متاسفانه از دست، ایران کلی از سرداراش از دست داد و بعد اسرائیل به خاک ایران حمله کرد. حالا هرچند ایران جواب داد، خب وقتی که همچین عجله‌ای و حالا به فرضم خود فلسطینیا کردن، لازم نبود آقای خامنه‌ای بیا تایید کنه آفرین که دارید طوفان الاقصی و بزرگش کنید، وای چقدر کار بزرگ. نه، اتفاقا این سرشکستگی اقصی بود که شما توانه یک کارو نداری. مخصوصا تو تفکر اهل تسنن شاید بیشتر باشه، اگه شیعه بودن بعید بود این کارو می‌کرد، که اهل تسنن و بعدم حالا حوثی ها مثلا شما تصور کنید که مثلا میرن دیگه گازو میگیرن دیگه، حالا هر چی شد از تقیه ندارن تو دینش، در صورتی که تقیه جزئی از دینه. شما وقتی توانشو نداری، آیه فلسطینی 20 سال بمون، صبر کن، 20 سال آینده یه حرکتی بزن، میری آقا فلسطینو برمیگردونی. ولی وقتی حرکت زودتر از موعد انجام بدی، هم خودت و هم مردمت و هم مسلمانای دنیا رو، هم شیعیان ایران همه رو اذیت میکنی، آزار میدی و براشون مشکل ایجاد میکنی، به اهدافت هم نمیرسی. خب آقای خامنه‌ای بعد چیکار میکرد؟ میگفت شما اشتباه کردید، شروع کردید. حمایت نمیکرد، در صورتی که حمایت کرد، بعدم دوباره کرد، بعد الانم دوباره نشست گذاشت با حماس. یعنی هیت فقط تعریف، تمجید، در صورتی که این کار با حرف خود آقای خامنه‌ای هم سازگار نبود. آقای خامنه‌ای 25 سال پیش
ببخشید 5 سال پیش بودن گفته بود که 25 سال دیگه رو نخواهد دید. یعنی یه برنامه‌ریزی منسجم و خیلی عالی، خیلی هم خوب بود. اگه اینطور بود که همون زمان اول انقلاب که امام خمینی بود میرفتن تو فلسطین رو آزاد میکردن، چرا این کارو نکردن؟ چون ایران توانشو نداشت، هنوزم نداشت، 20 سال آینده داشت، ولی این عجله ای که ایجاد شد و بعد خدای خامنه‌ای حرف خودش رو که عقلانی بود زیر پا گذاشت اصلا نفهمید و خودش وارد این جنگ کرد، همونجوری که پوتین وارد جنگ اوکراین شد، مشکلاتی هم برای ایران ایجاد کرد. البته خب ما این توفیقا داشتیم لبلاش اسرائیل بزنیم، ولی در کل ضررش به نفعش نمیچربید، چون در این شما این هم زدی ولی صد اصلا نصرالله رو از دست دادی و خیلی از شهدای بزرگ سرداران فلسطین و حزب الله و سرداران بزرگ ایران از دست دادی و بعد هم شما حتی سوریه رو از دست دادی، پس به هیچ وجه نمیارزه. خب دیگه این اشتباهی بود آقای خامنه‌ای و بعد دولت مردان اینا انجام دادند که حالا از این بحث هم میگذریم. پس بیان فلسطینی ها و حماس اینا تو حضور پیدا کنند در دولت ارتش مصر به کارهای خودشون ادامه بدند و البته شرط بعدی هم با آزادی کامل همه گروگان های فلسطینی از اسرائیل، یعنی همه فلسطینی حالش چند هزار نفر هستن، همه اونها بیان قشنگ تو مصر مستقر بشن، حالا تو یه شهر، تو چند شهر و یا حالا چند کشور، گفتیم اردن، مصر، سوریه، ایران، نمیدونم افغانستان، بحرین، قطر، عربستان، همه کشور هر کدوم هر جا خواستن برن. این یه بحث، اما بحث سوم که ادامه همین بحث دومه، اونم که یکی از مسئولان اسرائیل هم حرف درستی میزد که غرب یعنی آمریکا و اروپا اگه واقعا راست میگن که دارن حمایت میکنن آقا نمیدونم اینها بعد فلسطینی‌ها رو بپذیرن، و خیلی حرف خوبی بود. حالا که اصلا شما بنارم بذار آقای ترامپ و نمیدونم اروپا هر مصر و اردن هم نپذیرن، خب این 250 میلیارد دلار میخوایم اونجا خرج کنیم، تو خود آمریکا خرج کن، کاری نداری. 2 میلیارد فلسطینی، 2 میلیون فلسطینی هم بیارد کجا؟ تو آمریکا، ببرشون تو اروپا، تو اروپا آمریکا پراکندهشون کنی، هزینه رو برای اونها خرج کن، خیلی بهتره که. و اگه عقل داشتن واسه این کار رو میکردن که ندارن، بعید میدونم در این حد عقل داشته باشن. حالا همین حد که عقل خیلی ناقص عقل کمی که دارن، آیه ترامپ که میگه مصر رو ما میتونیم یه شهر بسازیم براشون، خب اینم خوبه، همینا غنیمت بدونن، هم فلسطینیا هم مسلمانان جهان این کار انجام بشه، به نظر من بعضی هیچی کاچی بعضی هیچی خیلی بهتر خواهد بود. و آمریکا هم شاید بحثی که حالا بحث مهاجرین میشه، ترامپ میگه مهاجرین اینم اشتباه بزرگیه که حالا اندیشه‌های فراماسونی یا مشکلات اندیشه‌های شیطانیه که حواسش به جمعیت اصلا نیست. الان جمعیت اروپا داره منفی میشه، آمریکا چند وقتی که منفی میشه، در صورتی که چین چند میلیارد، 1 میلیارد و نیم جمعیت داره. حرف اول رو جمعیت میزنه تو جهان، یعنی مثلا هر چی جلوتر بریم وقتی که آمریکا جمعیتش کمتر و کمتر و کمتر بشه خب بعد نیروی نظامی کمتری داره، توانایی کمتری داره، واسه همین 2 میلیون فلسطینی هم باید براش غنیمت باشن که به جمعیت خودش اضافه کنه، که البته بعید میدونم این راه رو برم و همون راه اولی که گفتیم خیلی بهتر بود. ان شاءالله که موفق باشید با امید پیروزی اسلام مسلمین. یا علی مدد. خدا